توی خونه ای 3 خواهر با هم زندگی میکردن، همراه با یه برادر و مادرشون. پدرشون وقتی خیلی کوچیک بودن مرده بود. خالی داشتن که توی روستای دیگه زندگی میکرد، بین روستای اونها و روستایی که خالشینا زندگی میکردن یه رودخونه بسیار پر آب جریان داشت. یه روز از روزهای کوتاه و نصف نیمه زمستون اینا هوس میکنن که برن خونه خالشون. رو میکنن به مادرشون که به زبان مازندرانی ننا گفته میشه. به ننا میگن ننا ما میخوام بریم خونه خاله. ننا میگه که الان تنگ غروبه، اگه شما به تاریکی شب بر بخورید، اگه نوچی نباشه، نوچی به کسایی میگفتن که قایق‌های بسیار کوچیک داشتن و کارشون این بوده آدم‌ها رو از این ور رودخونه به اون ور رودخونه میرسوندن و در ازاش یه مبلغی کرایه یا دستمزد میگرفتن. به اینا میگفتن نوچی. به قایق کوچکی که معمولاً باهاش مسافر کشی میکردن به نوعی بهش میگفتن نو. ننا گفت اگه این نباشه و شما توی تاریکی شب بمونید، چند تا دختر بچه، اون وقت چه خواهد شد؟ دیگه از دخترها اصرار، از ننا انکار، موفق شدن مادره رو راضی کنن. شال خلا کردن و بعد 3 دختر پا شدن رفتن به سمت رودخونه. لب رودخونه میبینن نوچین نیست. خواهر کوچیکه که بسیار عاقل‌تر و دوراندیش‌تر بود به 2 خواهر دیگه میگه که حالا که نوچین نیست بیاید برگردیم بریم خونه. اما خواهر بزرگه انگار شیطون به جلدش رفته باشه گفت نه، ما امشب باید بریم. هرچی خواهر کوچیکه خواست اینو منصرف کنه اون منصرف نشد. با خود چه کنیم وقتی حالا نه نوچی هست، حالا هم دیگه نزدیک شبه، دیگه چند دقیقه دیگه شب میشه، چه کنیم چه نکنیم؟ دیدن یه مرد سوار عرب اومد کنار رودخونه که به اسبش آب بده. خواهر بزرگ رو میکنه به مرد عرب میگه که ای عرب مردی یعنی ای مرد عرب اماره روخانه یوربانی خمالیم خاله سره رو کرد بهش گفت که مرد عرب ما رو از رودخونه گذر میدی که ما بتونیم بریم خونه خالمون. اون واسهشون یه شرط میذاره، میگه که شما رو ورمه اما کلیت خش شما رو دیم، یعنی به نوعی باید دست درازی کنم بهتون. خواهر بزرگه میاد با 2 خواهر دیگه در میون میذاره. خواهر کوچیکه براش افته میشه، نه این چرا باید همچین کاری با ما بکنه، من برمیگردم خونه. خواهر میونیه میپذیره. وقتی میبینی که خواهر کوچیکه وقتی میبینی که خواهر بزرگه و خواهر وسطیه پذیرفتن میگه خب پس من میرم خونه. بعد نمیگم که شما همچی کاری کردید، اما اونا میگن نه تو حق نداره بری خونه. خب پس چیکار کنم؟ گفتن که ما اینجا یه چاله میکنیم
تا رو میذاریم توی چاله، روش خار و خاشاک و اینا میذاریم که کسی نتونه به آسیب برسونه. ما این مرد سوار عرق ما رو میبوسه، ما در حقیقت سمبولیکه دیگه، یعنی بهشون دست درازی میکنه، ما رو میرسونه اونور. وقتی برگشتیم تا رو هم از چاله در میاریم و با هم دیگه ستایی برمیگردیم خونه. اون هرچی گریه‌زاری میکنه نه با من این کارو نکنید، اما گویی که ابلیس به جلد اینها رفته باشه. دو تا خواهر با اینکه اشکا و گریه‌زاری خواهر کوچیک رو میبینن شروع میکنن به کندن چاله. اینا هول میدن میندازن تو چاله و روش یه عالمه خار و خاشاک و چوبایی کنده و اینا میذارن که این نتونه از اون تو در بیاد. خودشون میرن و مرد سوار علل به اینها دست درازی میکنه، اینا رو از رودخونه گذر میده و اینا میرن خونه خاله. این دختره میمونه با خلوت خودش. شب میشه نیمه شب صدای زوزه انواع حیوانات وحشی به گوش میرسه. نیمه شب اولین حیوانی که سرشو میذاره توی چاله ببینه توی چاله چیه، ورگ یا همون گرگه. میگه آه کی جاتر خرما، یعنی های دختر میخورمت. دختره با اعتماد به نفس میگه که نه کارتون نیست. گفت چرا؟ گفت منو نخور، اگه میخوای بخوری همچین منو بخور که یک قطره خون رو زمین نچکه. ورگ یا همون گرگ لحظه اندیشه میکنه و میگه نه کار من نیست، میره. بعدش اش میاد، به زبون تبری به خرس میگن اش. میگه اوه کی جاتر خرما، یعنی دختر من میخورمت. میگه نه کارتون نیست. میگه چرا؟ میگه منو نخور مگر اینکه طوری منو بخوری که یه قطره خونم رو زمین نچکه. اونم میگه نه کار من نیست. بالاخره سرتون در نیارم مدام حیوانا میان و تهدیدش میکنن، اما این میگه که نه کار شما نیست که منو بخورید. تا اینکه ببر میاد، میگه آه کی جاتر خرما، میگه کارتون نیست. میگه چرا؟ میگه که اگه میخوای منو بخوری همچین منو بخور که یه قطره خون رو زمین نچکه. ببر میگه من میگم ببر. میخورتش بدون اینکه حتی یه قطره خون روی زمین نچکه. وقتی ببر اینو میخوره یه حرارت عجیبی توی وجود حس میکنه، چنان تشنش میشه که بیقرار میشه. با خودش میگه این چه تشنگیه لعنتیه. تشنگی شدید اینو میکشونه سمت رودخونه، پوزشو میذاره توی آب که آب بنوشه. یه قطره خون میچکه روی زمین کنار رودخونه و آب میخوره و میره.